شریعت اسلام هم ساختی سوسیالیستی را محکوم میکند، هم ساختی کپیتالیستی را. یعنی در دین مقدس اسلام برابری نیست. الله تعالی انسان را بای و کمبغل آفرید، مومن و کافر آفرید. یعنی انسان ها را در یک مرتبه نآفرید، اونها از همدیگر فرق میکنند. و ساخت سوسیالیستی میخواد همه یک خیله باشد. مردمی پولداری که مهنت میکند او برای دانشش ولژینی کرده است، خوانده است شب و روز و مهنت کرده، مثلا پولی کلان یافته است، او پولش میگیرن و برای کمبغل ها میتن یا برای دولت میمونن، کمبغل و بای برابر میکنه. این به شریعت راست نمیوید. و ساخت کپیتالیستی که فقط پولدارا گیرد، میلیاردرها گیرد و بیچاره کمبغل ها کمبغل مونه، شریعت اسلام ضد این است. بنابراین از مهربانی شریعت است که کسی مهنت کرد، کسی صاحب پول و مال شد، مادامی که عبادتاش بجا هست، نعم المال الصالح للرجل الصالح، چه خیلی مال حلال و پاک به مرد صالح خوب است. یعنی آدم صالح باشد، با صاحب پول و مال باشد، هیچ گپی نداره، عیب نیست. بگذار ماشین قیمت سوار شود، خانه زیبا زندگی کند، ولی زکات را دهد. زکات حقی کمبغلا هست و اینچنین غیر زکات با دیگه حق ها هست، در مال دیگر حق ها هست، مانند حق مهمان و حق برادر و حق دیگر. اون حق ساختن مسجد و مثلا برای ساختن مسجد الله تعالی دلیل الهیده نازل کرده است، اجری الهیده دارد ساختن مسجد. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، کسی مسجدی میسازه الله برای او در جنت قصر میسازه. اینه بهترش از زکات نبره، برای اینکه زکات اون حقی کمبغل است. برای این الله تعالی اجری الهیده، مکافات الهیده تعیین کرده است، معین کرده است. بنابراین کدام مسلمانی که زکاتش میبرارد، بگذار ماشین 1 میلیون دلار سور شود یا 10 میلیون دلار سور شود، یعنی ما حق نداریم که بله اگر مثلا مانند حضرت ابوذر رضی الله عنه شبانه بعد نماز خفتن همه مال و ملکشون میفروختن، خیر میکردن، به مردم سخاوت میکردند و اومده خواب میکردن، من اگر این شب به نزد الله تعالی روم مالهای من از من پیشتر رود، گفته خیر میکردن. اگر رفت پگاه باز زنده شوم الله رزقی مرا میدهد میفته. اگر کی مانند ابوذر شده میتوند، یعنی ذخیره هم نمیکرد، حالا که ابوبکر و عمر ذخیره میکردند. حضرت عایشه همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانهشون خیلی جو داشتن، یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم باقی مونده بود، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ذخیره کردن. این مذهب ابوذر است، یعنی که کسی این خیلی زاهد شود خوب است، حالا اگر پولدار شوید همین خیلی شوید خوشا به حالتون، لیکن ما نمیتونیم یا پولدار گوییم که ماشین قیمت سوار نشه و خانه یعنی که واهمه نساز. بگذار ساده، مادامی که حقش میدهد، واجب ادا میکند، حقی که بر ذمه‌اش فرض است، او گناهکار نیست.